اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من قبل از برنامه مفصل با جای هدایت عزیز و نازنین چاق سلامتی کردم، متا الان به رسم ادب و به نیابت از شما این کار انجام میدم. آقا سلام، خیر مقدم. خیلی خوشحالم از زیارت مجدد. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیزم. خب من یه پیشنهاد بدم مجاهده، چون بحث ما جلسه گذشته خیلی حساس بود بله. و دقیق و اون نکته این که ما تمرکزمون روش بیشتر رو اثبات خداست تا شناختن خدا، یعنی شناساندن خدا به دیگران، و توی محیط‌های تربیتیمون آموزش پرورش اینا مثال زدی. یه قدری بیشتر تمرکز کنیم توی این بخش، به نظرم بکس بیشتری داشته باشیم جا داره. اگر صلاح میدونید یه مقدار بیشتر متمرکز بشیم، بیشتر تبیین بکنید موضوع رو و بعد ادامه بدیم بحث. ببینید، من با این شروع میکنم. پیغمبر اکرم یک شخصیت کاملا اخلاقی داره در بین مردم مکه و مدینه. درست. یعنی دوران نوجوانی، جوانی پیغمبر به عنوان محمد امین و یک شخصیت کاملا اخلاقی میشناسنش. بله. اگر پیغمبر اکرم صرفاً بعد از اینکه آمدن به واسطه توحید میخواستن مثلا اخلاقیات رو بیان بکنن، درست. آیا با پیغمبر مخالفتی میکردن؟ و ابولهب یرمیه بالحجاره، ابولهب میاد به پیغمبر سنگ میزد. چه شخصیتی از پیغمبر یک دفعه نشان داده شد بعد از بعثتشون که ابولهب ها احساس خطر کردن، اومدن با پیغمبر مبارزه کردن، اول خواستن پیغمبر رو تطمیع بکنن، تهدیدش کردن، پیغمبر فرمودن اگر آسمان و زمین رو توی دست من بذارید من تکون نمیخورم از اون مسیری که دارم میرم. قضیهش چیه؟ دیدین بعضیا مثلا صرفاً دین رو یه چهره اخلاقی میدونن، یا پیغمبر اومد اخلاقیات ما رو درست بکنه. آیا واقعا این بوده؟ اگه پیغمبر میخواست همون چهره اخلاقی خودشون نشون بده، ابولهب و اینا اینقدر باشون جنگ و مبارزه میکردن؟ انگار اینجوری نیست. یه نگاه دیگه اینه که آقا پیغمبر اومد، مردم نگاهشون این بود که چند تا خدا تو آسمان هست و واقعا داشتن به عنوان خدای خالق و خدای مدیر و مدبر سنگ و چوب رو اطاعت و پرستش و اینها میکردن. پیغمبر اومد گفت نه، یه خدا فقط هست، اینا دیگه خدا نیستش. خب بعد از اون موقع الان میخوان ادامه جریان پیغمبر رو تو کتاب درسیا بگن، من همینجا یه آماری رو بدم خدمتون، بیانگر این باشه که من واقعا رفتم اینا رو نگاه کردم. خب یه مقاله‌ای هم هست به آقای دکتر سیروس محمودی نوشته، ایشون تحقیق کرده از سال 1397 تا الان 4 تا عنوان کتاب‌های آموزشی دینی ما هست، هدیه‌های آسمانی، تعلیمات اجتماعی، فارسی و آموزش قرآن، که مفاهیم دینی تو این کتاب‌ها بیشتر انتقال میشه. مجموعاً 3325 واژه مرتبط با اصول دین بیان شده که 50% این فراوانی، حالا من دقیق ترش رو بگم، اصول مربوط به توحید 35.46% هستش. 35%، حالا حدوداً 36% مرتبط با توحید، 30% مرتبط با نبوت، 27% مرتبط با امامت، 7% مرتبط با معاده. حالا باید راجع به این به اصطلاح فراوانی ها هم یه موقعی بحث بکنیم. اما در هر صورت توی اون قسمت توحید اون منظور نظر و اون به اصطلاح همت مباحث علمی رفته تو اثبات خداوند متعال، اینکه ما چند خدایی نداریم، یک خدای واحد داریم. در صورتی که من عرضم اینجاست، اگر پیغمبر اکرم میخواستن همون یک خدایی رو اثبات بکنن، باور بکنین ابولهب و این حرفا کاری بهش نداشتن. من یادمه در خاطرات این جاسوس انگلیسی هستش که دید که مردم توی مسجد اصفهان دارن نماز میخونن، بعد اون کسی که رئیسش بود ازش پرسید که این نماز چیه؟ گفتش که مثلا دارن خدا رو پرستش دارن میکنن. گفت این به دولت فخیمه انگلستان ضربه‌ای میزنن دارن خدا رو پرستش میکنن؟ گفت نه، اینا همچون پرستش میکنن، بعدش هم میرن سراغ زندگیشون و کاری ندارن اصلا حاکمشون کیه. گفت بس نماز بخون، مثلا مشغول نماز خوندن باشه، چه اشکال داره؟ این دقیقاً جریان اینجاست. اگر پیغمبر میاد تمام تلاش میکرد آقا خدا یکیه، همون خدا رو برین نماز بخونید، همون خدا برین پرستش بکنید، این چه کاری به دولت آقای ابولهب و ابوجهل و اینا داشت؟ هیچ کاری نداشت. اونا گفتن اینا برن نمازشون بخونن. لا اله الا الله یه چیز دیگه میخواد بیان بکنه.
ببینید بذارید من اینجا از همون کتاب رهبر معظم انقلاب که محضرتون معرفی کردم، گفتم که آقای کتابی دارم به نام روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا، که از کنار هم گذاشتن 2 تا آیه قرآن. یک بار دیگه آدرس بدم، آیه 36 سوره نحل: ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همه انبیا یک شعار دارن: خدا رو بندگی بکنید، از خدا اطاعت بکنید، از طاغوت دور بشید. در سوره انبیاء آیه 25 خدا میفرماد و ما ارسلنا من قبلک من رسول. خب اینجا شبیه همونه دیگه، لقد بعثنا فی کل امة رسولا و ما ارسلنا من قبلک من رسول. من به شما بگم توی مباحثی که ان شاء الله آیندم با عزیزان خواهیم داشت، یه مبنای تفسیری داریم. مبنای تفسیری اینه: الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه. خداوند متعال بهترین کلمات رو بیان کرد. خصوصیت آیات قرآن اینه: آیات شبیه به هم، جفت شبیه به هم هستن. اینجا میفهمد و ما ارسلنا من قبلک من رسول، ما پیامبران رو فرستادیم، همه پیغمبرها یک شعار داشتن. اینجا هم میفهمد همه پیغمبرها یک شعار داشتن. اون شعار یه جا در سوره انبیاء میفرماید انه لا اله الا انا فاعبدون، در سوره نحل میفرماید ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ببینید ان اعبدوا الله با فاعبدون یکیه. چه چیزی تو این آیه مغایرت داره به ظاهر؟ لا اله الا انا یه بار میگه فاجتنبوا الطاغوت. اگر این دوتا رو کنار هم بذاریم متوجه میشیم حقیقت و روح لا اله الا انا فاجتنبوا الطاغوت. آقا این دوتا آیه رو کنار هم گذاشتن، یه جزوه‌ای نوشتن: روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا. بعد توی اونجا ایشون میفرماید، ببینید خیلی زیباست: توحید به معنای سربفرمانی همه اشیا و عناصر عالم در برابر خداست. توحید یعنی چی؟ یعنی همه عالم از یک حقیقت دستور میگیرن: الا له الخلق والامر. ببین الا له الخلق و بت‌پرستان قبول داشتن: لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. همه عالم رو خدا آفریده. من خلقهم لیقولن الله. له الخلق رو قبول دارن اما له الامر رو انجام نمیدن. خدا اون رو آفریده، از یه نفر دیگه دارن اطاعت میکنن. لذا آقا میفرماید که این همه این آیاتی که اینجور بیان میکنه: ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. همه عالم در برابر خدا به صورت عبد می آیند. آیه دیگه خدا میفهمد بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. او کسی که مالک عالمه حق امر داره و همه عالم از او باید اطاعت بکنند و اطاعت میکنند. بعد آقا توی بیاناتشون هم ریشه دین رو همین مفهوم بیان میکنن: توحید در حاکمیت و امر. ببینید من این عبارت رو از عبارتهای آقا در سازمان ملل بیان میکنم: من از ایران می آیم که زادگاه پرآوازه ترین و در عین حال ناشناخته ترین انقلاب‌های دوران معاصر است. انقلابی بر پایه دین خدا و در امتداد راه پیامبران. این انقلاب امتداد راه پیامبران و مصلحان بزرگ الهی، راهی به درازای همه تاریخ بشر. ریشه استوار و اندیشه زیربنایی این انقلاب جهانبینی توحیدی اسلام است. خب این جهانبینی توحیدی اسلام یعنی چه؟ ایشون در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه سال 82 میفرماید انقلاب اسلامی حرفی نو را به میان آورد، حرفی نوعی که میتوانست در دنیا افکار عمومی به خصوص در دنیای اسلام برای خود جا باز کند. قسمت اعظم این حرف نو توحید بود با معنای عمیق و دقیق و همه جانبه آن. خب این معنای عمیق و دقیق چیست؟ توحید یعنی حاکمیت ارزش‌های الهی بر جامعه و نفی حکومت‌های طاغوت، استبدادی، فاسد و طغیانگر بر ارزش‌های انسانی و اصیل. بنابراین توحید ستون فقرات و رکن اساسی شعار اسلام و پیام انقلاب اسلامی بود.
ببینید ما معتقدیم این توحید منظور اصلی و اون نقطه‌ای بود که پیغمبر براش جان داد، همه تلاش پیغمبر بود. اگر پیغمبر میخواست خدا اثباتی بکنه رو سر مبارک پیغمبر خاکروبه نمیریختن. ولی وقتی پیغمبر میفرماید آی مردمی که خدا رو به عنوان خالق، مدیر، مدبر قبول داری، آی مردمی که نگاه داری میکنی به بت به عنوان شفیع الله، آی مردم از طاغوت اطاعت نکن، از او اطاعت بکن. این بتی که به واسطه این بت طاغوت تو رو سرگرم کرده، اون انرژی و شور دینیت رو گرفته، نمیتونی در برابر طاغوت به واسطه سرگرمی با این بت مبارزه بکنی، این بت هم من میشکنم. و در طول تاریخ هر کس و هر گروهی که در این مسیر بیشتر قدم زده و حرکت کرده و به این افق نزدیکتر بوده، بیشتر با ابولهب ها درگیر بوده. الان هم ما امروز هم همینجوره. و دقیقاً دارم تاکید دارم میکنم حواسمون پرت نشه. نظام اقتصادی باطل ابولهب و ابوجهل ها و اون تمدن باطلی که ایجاد کرده بودن باعث شده بود که مردم اینقدر به تنگنا بیفتن که دخترکشی بکنن. پیامبر اومد چیکار کرد؟ با این مردمی که اشتباهاً رفتن از سر جاهلیت رفتن دخترکشی کردن مبارزه نکرد با این مردم. بله. با اون حاکمان طاغوتی که یک نظامی رو اینجوری ایجاد کردن مبارزه کرد و بعد همین مردم با همین ما فکر میکنیم چقدر اینا شقاوت داشتن، نه، با همین فضا عاشق پیغمبر شد. اصلا همین اشداء علی الکفار رحماء بینهم همین بود. پیغمبر وقتی از غار حرا اومد پایین 2 نفر پشتش نماز خوندن. وقتی اعلام ولایت و وصایت و جانشینی امیرالمؤمنین رو میخواست بکنه 130,000 نفر دور پیغمبر جمع شده بودن. فتح مکه رو ببینید، پیغمبر وضو میگیرن، آب وضوی پیغمبر روی زمین نمیفته. همینایی که ما تصور میکنیم چقدر بد بودند و سنگ و چوب پرست بودند و دختر زنده به گور میکردن، همینها ببینید اینها تو حاکمیت طاغوت به این خلاصه کارهای زشت وادار شدند. وقتی حاکمیت درست بشه همه اینا برمیگردن. من یه اعتقاد دارم امام زمان تشریف بیارن، وقتی اون گلوی طاغوت رو میگیرند و طاغوت رو از عالم حذف میکنن، همین مردمی که ما تصور میکنیم ببین اینا چقدر دارن اشتباه دارن میکنن، همین مردم جزو اولین کسانی هستن که پشت سر حضرت نماز میخونن. ما به تمام به قلب‌های پاک مردمی که مستضعف واقع شدن توی دنیا اعتقاد داریم و تمام اون حرص و جوش و اون خلاصه دشمنیمون به اون حاکمان طاغوتیه که از این قلوب اومدن برای بهره‌وری‌های خودشون سوء استفاده کردن. ما معتقد به نجات همه مردم عالم هستیم. امام زمان مال ما نیست، یادمون باشه. بله. و اصلا اولین کاری که امام زمان که آخرین ذخیره خداست و آخرین فرزند معصوم پیامبر و تکمیل کننده کار پیامبر، اولین کارش چیه؟ مبارزه با طاغوت. دقیقاً. و وقتی این مبارزه با طاغوت ایجاد شد، بعد نظام اسلامی، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، حاکمیت اسلامی، حکمرانی اسلامی ایجاد شد، همه مردم بدون اینکه نیاز به خونریزی هم داشته باشه عاشقانه میان خدمت حضرت. من این نکته رو بگم، بعضی باز تصور میکنن که مثلا پیغمبر اکرم اومد صرفاً یک سری آداب و رسوم دینی رو اومد بیان کرد و اصلا کاری به این حاکمان طاغوت نداشت. متوجه شدیم؟ ببینید خیلی جالبه، امام صادق علیه السلام، فرصت هست این روایت رو بیان بکنم؟ خیلی ممنون که درست متوجه شدید. یه فاصله می‌خواستیم بگیریم. اگر اجازه بدید یه بخشی رو پخش بکنن دوستانمون، برگردیم بعد روایت از امام صادق علیه السلام میشنویم و فضای برنامه رو متبرک می‌کنیم به کلام نورانیشون ان شاء الله. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که سایه قرآن و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بالا سر ماست و چراغ راهمون هستند و همه میبینید دیگه فرمایشاتی که استاد دارن تبیین میکنن همش برگرفته از کلمات نورانی قرآن کریم هست. همین آیه هم که پخش شد که از آیاتی بود که آقای هدایت راجبش صحبت کردن و روایات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. روایتی از امام صادق علیه السلام رو هم
به گلچینی رفتن در گلستان احادیثشون قرار هدیه کنن. بفرمایید. من قبلش اجازه بدید یه مقدمه رو بگم مجدد. ببینید بعضی تصور میکنن که علت مخالفت‌های با پیغمبر اکرم اون قوانینی بود که پیغمبر اکرم آورد. مثلا پیغمبر اکرم چه میدونم قانون حج رو آوردن، قانون نماز آوردن، این حرفا. من نمیگم این نیست، ولی باز عرض کردم اگر پیغمبر صرفاً قانون نماز رو می آوردن، قانون حج رو می آوردن، اما حج محورش امام نبود، نماز محورش امام نبود. ببین توی دوره میدونید حی علی خیر العمل رو حذف کردن از نماز بعد از پیغمبر اکرم. بعد تو روایت داره که اون کسانی که حذف کردن گفتن که چون مردم بالاخره میفهمن که در دین اسلام خیرالعمل یعنی اتصال به امام، یعنی اطاعت از امام، و این نماز مقدمه رسیدن به خیرالعمله. و توی اذان وقتی میگیم حی علی خیر العمل، چون قبلش داریم میگیم حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، یعنی این صلاتی که ما رو به خیرالعمل برساند اون فلاح هست. متوجه شدین؟ و چون مردم بالاخره خواهند فهمید که نماز اونا رو به امام میرسونه، ما حی علی خیر العمل رو حذف میکنیم، چون خیرالعمل یعنی علی بن ابی طالب، یعنی اتصال به امام، یعنی پیروی از امام در جامعه. بنابراین نکته اساسی اینجاست، مردم تو دوران جاهلیت هم طواف داشتن، تو دوران جاهلیت هم کرنش و پرستش داشتن. پیغمبر اکرم همون طواف رو اومد اصلاحاتی کرد، قانون رو ترمیم کرد، درستش کرد، آداب و رسومی که بین مردم بود رو اصلاح کرد. بعضی از آداب و رسوم درستی هم اتفاقا بین مردم بوده، مثلا مهمان نوازی، غیرت نسبت به ناموس. منتها غیرت رو نمیذاشتن تعصب بشه، اون جنگ هایی که بعضی از تعصبات غلط. ببینید اینا رو پیامبر اکرم ویرایش کردن، اما اون نقطه نظر اصلی پیغمبر این بود آی مردم بیایید حج، دور خانه خدا جمع بشید، ولی یادتون باشه کعبه سنگ نشانی است که ره گم نشود. اینجا قرار از امام حیتون، از امام زمانتون دستور بگیرید، برنامه جامعه دینتون رو بگیرید، براءت از بگید مشرکین داشته باشید. مشرکین یعنی کی؟ بارها تو بحثمون گفتیم، یعنی اون تیمی که طاغوت ایجاد کرده و افرادی که تبعیت از طاغوت میکنن برای اینکه بگن ما نمیخواهیم امر خدا رو اطاعت بکنیم. من کاری به مستضعفین ندارم، اونایی که عمدن میگن من در کنار اطاعت خدا میخوام از دیگرانم اطاعت بکنم، یا اصلا خدا رو قبول ندارم، اصلا اطاعتم نمیکنم، فقط میخوام از غیر خدا اطاعت بکنم، میشه کفار و مشرکین. براءت از این جبهه. متوجه شدید؟ این کار رو بکنید، این حقیقت حجه. حالا میخوام یه روایت براتون بگم قبلش، این همه تأکید شما هم روی تمرکز بحث امام و امامت و اینکه مردم رو توجه میدین بر اساس روایات و ماجرایی که تعریف میکنین به امام، این نیستش که مثلا خیلی‌ها بحث اینو مطرح میکنن که شیعیان اینقدر که به امام بها میدن اصلا خدا رو انگار کاری ندارن باهاش. میدونین خیلی‌ها دارن الان از فرق مختلف، فرق ضاله و اینا رو تبلیغ میکنن، در صورتی که ما تأکیدمون روی امام به این دلیله که فقط اوست که خدا رو از مسیر درست ما رو به خدا میرسونه. باب الله. نکته خوبی دارید میگید، من این چند دقیقه توضیح بدم. ببینید من میخوام یه اصطلاحی رو بگم، شاید هم خوشایند نباشه و مثلا بعدا من ایراد بگیرم، ولی میخوام تو میدونی صحبت بکنم. ببینید پیغمبر اکرم ما رو لوطی صفت بار آورد. هیچ دینی به اندازه دین اسلام اینقدر که آزادی تو درونش هست تو هیچ مکتب و آیین و تمدن دیگری نیست. لوطی منش چجوری؟ پیغمبر به ما یاد داد جلو هیچ کسی چشم نگو غیر از خدا. اون کسی که تو رو آفریده گردن تو جلوش خم بکن، جلو احدی غیر از او گردن تو حق نداری خم بکنی. بله قربان گو نباش. اینا رو پیغمبر به ما یاد داده.
من پیغمبر اگر حرفی غیر از خدا زدم، خدا تو قرآن داره میفرماید، خیلی زیباست. خدا پیغمبر خودش رو تهدید میکنه، میگه پیغمبر مواظب باش، تو هم اگر که بهترین بنده من هستی، بهترین انسان هستی، حرفی رو غیر از من بزنی رگ گردن تو میزنم. خدا توی قرآن میفرماید ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. چرا خدا تو قرآن میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول؟ چرا خدا توی قرآن میفرماید من اطاع الرسول فقط اطاع الله؟ نه فکأنما هر کسی از پیغمبر اطاعت بکنه خود خدا رو اطاعت کرده. چرا؟ چون و ما محمد الا رسول، همه وجود پیغمبر رسوله، یعنی همه وجود پیغمبر اینه، داره حرف خدا رو به ما میزنه. ما فقط عبد خدا هستیم، ما فقط مطیع او هستیم. این میشه آزادی. این محور دین اسلام آزادی دادن به همه انسان هاست. میدونی یعنی چه؟ یعنی میگه تو آزادی، تو حق نداری از هیچ کسی بگی که چشم. تو به پدر مادرت میگی چشم، به خاطر چیه؟ چون خدا گفته. همون خدا گفته اگر و ان جاهداک ان تشرک بی، اگر اینها خواستن حرفی رو غیر از من بزنن، تو فلا تطعهما، بهشون چشم نگو، تو فقط به من چشم بگو. درست شد تا اینجا؟ پس این موضوعی که شما فرمودین که امام یعنی کی؟ یعنی کسی که از خودش هیچ حرفی نمیزنه، امر خدا رو به ما میرسونه. و امروز در دوران تمرکز ما به امام به همین دلیل. دقیقاً. و امروز در دوران غیبت ولی فقیه داره این کارو برای ما میکنه، استنباط کلام امام که کلام خداست. خب اون روایت رو بخونید، حسن ختام باشه، وقت برنامه تمام شد. امام باقر علیه السلام کنار مسجد الحرام نشسته بودن، بعد دیده بودن فنظر الناس، داشتن مردم رو نگاه میکردن که مردم طواف میکنن. بعد یه مرتبه امام باقر فرمودن یا فضیل هاکذا کان یطوفون فی الجاهلیه لا یعرفون حقا ولا یدینون دینا. تو جاهلیت هم همین کارو میکردن، دور خانه خدا طواف میکردن. پیغمبر نیامد بگه که همین کارو بریم ادامه بدین. حرف جدید پیغمبر چی بود؟ کعبه سنگ نشانی است، ره گم نشود. شما در واقع دور امامتون باید طواف بکنید و دستورات امامتون رو اطاعت بکنید. لذا ایشون فرمودن لا یعرفون حقا، حق یعنی امام معصوم، امام زمان. لا یدینون دینا، دین یعنی چی؟ اینجا شاید بذاریم برای جلسه آینده که خود دین به معنای اون قوانین و مقرراتیه که حاکمیت امام برای ما میاره. اگر کسی دور خانه خدا طواف بکنه اما حاکمیت امام رو نپذیره، این در واقع دور یک سنگ طواف کرده، ارزشی نداره. چون روح کعبه حاکمیت امامه، ولایت. خیلی ممنونم آقای هدایت، دست شما درد نکنه. بدون اغراق میگم من تو هر این 3 جلسه‌ای که برنامه داشتیم تا الان با شما دوست می‌داشتم برنامه ساعت‌ها ادامه پیدا بکنه و استفاده کنیم و خودم نکاتی به نظرم میرسه بپرسم. نوبت این برنامه‌مون هم تمام شد و انشالله توی برنامه‌های بعدی حالا نظرات مخاطبین هم برسه انشالله از طریق 162 شماره اتومی شبکه قرآن و سامان پیام کوتاهمون ما دریافت بکنیم و مطرح بکنیم و انشالله استفاده بکنیم. خیلی ممنونم. انشالله. میخوام یه جمله بله بفرمایید. منتظر اون لحظه‌ای هستیم که آقای عالم بیان به دیوار کعبه تکیه بزنن و همه ما رو صدا بزنن و به سمتشون حرکت بکنیم. چون گفتم کعبه و طواف یاد اون آقا افتادم. ببخشید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. بازم من یاد دو بیت انداختین ان شاءالله که فرصت بشه. گفت سرخوشان ایدی که آن بانی نور از کنار کعبه بنماید ظهور. قلب ها را مهر هم اهدی زند و از حرم بانگ انالمهدی زند. اللهم عجل ولیک الفرج. یا حق